اعضای حکومت تاجیکستان برای شکستن سوگند مجازات خواهند شد. به این مضمون مجلس عالی ملی تاجیکستان تغییرات به قانون حکومت جمهوری تاجیکستان را تصویب کرد. محمد یوسف امامزاده عضو مجلس عالی مجلس ملی تاجیکستان روز 12 ایول ضمن معرفی طرح تغییرات به قانون حکومت جمهوری تاجیکستان در اجلاس پارلمان گفت که هدف از اصلاح این سند حقوقی بلند برداشتن مسئولیت اعضای حکومت حساب می‌یابد. از جمله طبق تغییرات‌های وارد هنگام اعلام نکردن سوگند از جانب عضو حکومت جمهوری تاجیکستان اساس برای به جوابگری انتظامی کردن او می‌گردد. من در تغییر الگوهای این قانون سه نکته اساسی را باید قید کرد. اولا به ماده 8 قسم پنجم مضمون نوی زیرین اضافه کرده شده است. رعایت نکردن سوگند از جانب عضو حکومت جمهوری تاجیکستان اساس برای به جوابگری انتظامی کردن او می‌گردد. و تغییرات دومی که مویتا هم اساسی میباشد با ماده 11 قسم سیوم تعلق دارد که طبق آن اعلامیه کنونی درآمدها و وضع مال و ملکی عضو حکومت جمهوری تاجیکستان و اعضای عائله او با ترتیب مقرر نموده قانون جمهوری تاجیکستان درباره مبارزه با ضد کورپسیا و قانونگذاری انداز جمهوری تاجیکستان عملی کرده می شود. ضمناً در پی وارد شدن تغییر الهه‌ها به کنستیتوسیای تاجیکستان در جریان همه‌پرسی در 22 می سال 2016 اعضای حکومت موظف شدند که به رئیس جمهور سوگند صداقت یاد کنند. اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان باشد برای صداقت به مردم تاجیکستان قسم می‌خورند. اگر نفری که از اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان سوگند یاد کردنش را ویران کند در نزد قانون جواب می‌دهد. اکنون جوابگری که چه خیلی جوابگری کشیده میشود وابسته به ویران کردن سوگند بعد در آینده با هستن قانون درباره کدکس حقوق ویرانکنی جمهوری تاجیکستان دیگر را با واردان با تغییرات وارد کرده میشوند. در همین حال کارشناسان تاجیک میگویند در تاریخ تجربه کاری حکومت تاجیکستان بارها شاهد آن بودیم که رئیس جمهور با قرآن بعضی منصبداران را قسم میداد ولی هیچ نتیجه نبود. من فکر میکنم که این قانون بیشتر خاراکتر فرمالی دارد زیرا که اگر واقعا خواهند که مسئولیت چینونیکا بلند شوند شاید که از تجربه سینگاپور استفاده شود، یعنی که نفرانی که واقعا دست به جنایت میزنند در سطح بالا باید حتما به جوابگری جنایتی کشیده شوند. تا زمانی که جوابگری جنایتی نشود من فکر میکنم که تاثیر قانون آنچنان که انتظار می رود در عمل تطبیق نمی شود.